من اندیشه بکند که از چی خلق شدگی. واقعا ما و شما اگر در حیات زندگیمون هر چی را که خریداری کنیم کوشش میکنیم که از آن دولت های باشد، استحصالات همون دولت باشد که به صفت اعلا تیار شدگی یا استحصال شدگی. حتی اهمیت داده باشین دوستا و برادرایی که اگر تاجر باشن، مالهای تجارتشون ای خطای همون که وارد کرده وقتی خودشون خریداری میکنن کوشش میکنن که خطایی نخرن، یا مالی ترکی باشد یا مالی که مثلا یا دولتی که بسیار با صفت اعلا استحصال میکنن. خداوند متعال به ما سپارش میکرد که انسان باید یه بار فکر کنه، اندیشه کنه که ای کجا از چیز خلق شدگی. مسئله ساختمانی جسد انسان یعنی از چیست؟ و خداوند خود چون جواب میتین که خلق من ماء دافق. الله ذوالجلال میفرماید که انسان خلق شده است مرکب از چی؟ آبی جهنده است. یخرج من بین صلب و ترای. این آب از مرد در ستون مهره قرار دارد، از زن در قفس سینه‌اش قرار دارد. یعنی از آیه مبارکه فهمیده می شود که خداوند وقتی انسان خلق میکنه فقط از آب پدر وابستگی ندارد یا که از آب مادر وابستگی ندارد، که امام احمد این روایت حدیث هست، عبدالله بن مسعود روایت میکنه. پیغمبر بزرگ صلی الله علیه و سلم سوال شدن میگه که خداوند انسان از چی خلق میکنه؟ پیغمبر بزرگ آیه مبارکه رو خوندن که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. الله میفرماید انسان ما از نطفه های چکنده و آمیخته خلق کردگی، یعنی هم آب پدر و مادر. دویم سوال دادن میگه رسول صلی الله علیه و سلم که چی ضرورت دارد که هم آب پدر هم آب مادر آب مرد زن میشود و آب مرد قفس خلیز است. خداوند از این پیوند استخوان و عصب کودک تیار میکنه. آب مادر رقیق تنک است، خداوند از این خون و پوست فرزند تیار میکنه کودک. واقعا یک کارخانه‌ای که خداوند در روی آدم میسازه و این دنیا رو آباد کنندش همون استحصالات پروردگار است. مثلا ما شما با نقبه ها میگذاریم، تونل ها میگذاریم، یا روسیه دیگه دولت ها رفتیم در متروها دیدیم، ششتیم حیران شدیم که مترو رو انسان چی ساخته باشه. یا که الحمدلله این حج رفتیم در مدینه منوره هم سه طبقه چند طبقه که در زیر زمین حاجت خانه حمام کردگیان و در وجود ماشین ها میستان و جای استادان ماشین ها. شاید حیران شویم که انسان توی درجه را که زیر زمین همه قدر آبادی میکنه. یا نفرهایی که شاید خدمت کردن در بحرها میگفتن که ما شنیده بودیم که فلان شد در بحر خدمت کردن 3 ساله بودن که زیر کشتی های زیر آبی می رفتن، تو 6 ماه از اوجو بیرون میشدن، تو 4 ماه از اوجو بیرون میشدن. یا میفهمیم که فلان نفرها امروز رفته در مرز در سیاره نزدیکی ماه زمین خریدیسن در اوجو زندگی میکنن. یعنی انسان به همه کشفیات زمین و آسمان دست یافت با اجازت پروردگار. نه که انسان فکر نمیکنه که همین خطر انسان کی ساختگیه. انسان کی ساخت؟ اگر حالا همین آب ما بنوشیم نگاه میکنیم اگه جا باشیم میگیم خیلی ای گروزیا بوده ایتا با مزه بوده گجای باشیم نوشیدن بگیریم شا در تنش نویسگی ای محتواش یا که مثلا سسته باشه بگیم در درونش چی داره این با مزه ای نوک بوده ای لیمون بوده فلان بوده بهمدان بوده. خب استحصالی که جای استحصال شهری گروزیا بوده بسیار با مزه ده. نه که یک بار نگاه نمیکنیم که در سسته خمون چیه چی الیمنتو در درونی ما که اینقدر با قوت انسانی که زمین شکفتیم آسمان رفتیم به فوق سیاره ها رسیدیم و نوشته شده است که استحصال شده است در شهری مثلا گرجستان. نه که انسان هم باید ببینه که مده این که جایی کدام زباد و فابریکه گنران دایرکتور او زباد کیه که طرح خلق کرده. یعنی اون زبادی که خدا انسان خلق میکنه بطن مادره. اینه در خبادیان به نزدیکی اهمیت داده باشین یا زنک یا 5 گونیک تولد کرد. اگر همه را همگی همش حساب که 10 کیلو اینم کردگاه ما وزبینی میکرد بروردیم پرتفتیم
نه ماه زیاد مادر همون کیلوی وزبی نبرداشتگی. صد وای به حال اون فرزنده که به قدر مادر نمیرسد. صد وای. به همین خاطره که فرزنده که وقتی آخی مادر شود، یعنی که مادر ایو راضی نباشد، او یک فرزندی که به قدر مادر نرسد، خدمت های مادر قدر نکند، اوی بهش براش حرامه. خدا را قهرش میکنه، غضبش میگه که نه محتر در بطن گرفت، در اینقدر شب و روز خواه میرفت قطیش بدی، حاجت خانه میرفت تو قطیش بدی، سفر میکرد قطیش بدی، هر جا میرفت تو را گرفته پرتافته، یک جا مونده نبیتونست که بارون وزبی نگفته. یک تا باشه 5 تا نگاه کنید شما، تصور میکنه که این 5 کودک یک روز در اوجا نیستادن. 9 ماه زیاد ایستادگی هم 9 ماه زیاد ایستادن. چی خوردن، از کجا نفس کشیدن، چی خیلی کلون شدن، انسان یک بار فکر نمیکنه. حیرانی ده یا آیفون 12 رو میبینه تلخط میکفه، قریب همون اپل رحمت الله علیه بگی، نه که یک بار نبگه که همین آیفون ساختگی کیه، ایره کی ساختگی های. اینقدر عقل و ذکاوت و زیرکیش داده که یک تلفن بسازه که دنیا در حیران موندگی. نوبت میشه که کی باید فروش دوباره مبرم اول شده بخرم شد. همون کسی که آیفون ساخته او رو خدا ساختگی. یعنی بزرگ الله اکبر، خدای بزرگ ما که چون قدرت و توانایی دارد که از ده قطره آب انسان خلق میکنه. در این نمی قجو 5 کودک، ولی در یوتیوب بزنید یک شهری روسیه ده 10 کودک تولد کرد یادنکی روز. 5 تا بچه 5 تا دختر. بیچاره پدرش در پشت در منتظره که حالی بیان دایه ها ایو خوشخبری میگیرن، بشارت میگیرن. دوید اومد که صاحبی همین زنک شوهرش که میام خیلی مبارک شد 10 کودک دار شدی. یا نمود گره که هو چور حق پیدا شد. او روز مردم یک تولد کن تلخش میکنه 10 تا گو وای گره خراب رفتن چورا وردن تو حکومت زی گو وی گوش کو تو نامد پدرای گودکار ما خمو نگاه میکنیم جو نگره. قدرت خداوندی نشون 10 کودک در بطن مادر یک روز 9 ماه زیاد. آفرینش انسان آسان نیست. و یک صورت میکشی یا نقاش رسام تو میتی 100 تا وقت من تو ویران میکنه باید صورت نیم کلو میکشته. وی خداوند دوید دو قطره با میگیره یا نمود فردن ولی نبیره تو میبینی شد میره که چقدر بزیب الحمدلله. میجه های زیبا، چشم های زیبا، گوشو، دستکاش، ناخونکاش، لباش، زبون، همه ای الهیدیت نعمت الله های. خدا نشان نتی یا کم تک اگر بالا پایان میشید که ویره توری کرده میتونیست. وای ماشین نیست اگه بریج استان چیکده بری توریش کنم. کی میتونه دیگه او کجیلا رو بگیره راستش کنه. الذی خلقک فسواک. الله میگه اون خدای بزرگی که خلق کرد تو رو برابر همه عضو بدنی تو را قدرت داشت. یا پود دروز یا پود کلتا یا دست پود یا دستت نباشه یا گوشت نباشه. زوری ما با خدا نمیرسه که با خدای چوبی خیلی بار خلق کردی خیلی بچم دادی. نمیتونه. های بالا شکایت کنیم اون کس باید تفتیش کنه با خدا رو جریمه کنه که چوبی خیلی بچه دادی. نداره خیلی قدرت. چی خیلی بخوره الله میتیه زور یکون کس نمیرسه که شکایت کنه. واقعا این فرزند خلق کردن این فرزند یک الهیده یک کارخانه عجیب است در اون درون بطن مادر که عقل انسان نمیگیرد. 40 روز نطفه بود میشه 40 روزه خدا سپارش میتیم. از 40 تا 80 یک خون پوره ببینید خونی بسته از 80 تا 120 یک گوش پوره فرمان خدا میشه. رامه انسان رنگ زواد ماشین سازی کو رامه را میورم بعد از اون بفروش هر چی تیاتر رابطه انسان آورده ساختن با ماشین میشه. انا همه خی کودکای ما رو در درون خدا نمیخواد تیار میکنه. مردگارهای خدا در او زواد خداوند 24 ساعت به از کار کردن فرشته های پروردگار. خب میارن استخوان های ما و شما رو بگیریم مکت مونم پارت فرمان الله میشه با همه پر گوشت میشه. چه خیلی فرای ماشین میچسبونه کو چشمکو گوشو دستو همش ناخونا رو به قدرت پروردگار تمام زوادهای دنیا رو جمع که خیلی ناخون ساختن نمیتونه. اگر یک عضو بدن انسان کنده شود هیچ کس به مثل همه عضو بدن که شروع کار کند فسان و زیبا باشد نیست. اینا پر نفرهایی که میلیون دارن دست ندارن دست سنی دارن کار رو میکنن. میلیون دارن میتونن زواد و فابریکه دارن نه یک تا نه چند تا زواد دارن.
کویت شبه گیر زوادی بسازه که دست خشو بسازه دستش کامل کنه با همه خیلی رفتن گیری زندگی کردن نیست. نکی هم به اینها خالقش الله های نکی خدا نخواه فرزند نمیشه. و یک زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک نفر اومد حدیثی بخوری بگو حضرت اجازه دسته که ما عزل کنیم ده، یعنی که با همروی همسرمون خوب میونیم خانه‌داری میکنیم هم خوب میشیم بخواهم که فرزند نشوه یگان سال پستر میشم همه آبو در داخل همسرمون مثلا خالی نکنیم و بیرون دگو مرحمت کردن گیریم. حضرت ابن مالک میگه که شریعت وقتی پیغمبر پرسیدن آیات نازل میشد که من نکرد خدا، یعنی پیشگیری برای فرزندی مثلا یک سال پس 2 سال پاشیدن شه. چند وقت پس ما گویا رسول الله همه قدر احتیاط کردم این زنی ما حامله شده اگو گوش کو اون نطفه را که خدا بخواهد تا یگون جوش کردن میتونه او رو خدا فرزند میکنه. یعنی همه آبی که خدا اختیار کرده او فرزند نه که اگر نخواه هزارها بار که اگر تو مثلا همه آبها را در همه بطن همسرت که خالی کنی نمیشه. این علیشر عثمانو میلیارد دلار داره همه میشناسه قریب ایش تو بویگریش نکی فرزند نداره. تمام چیز دنیا رو خدا دادگی ایشه. همه چیزی که ولی ما میخریم هفته دیگه برای اون معرکه داره اون مردک هر روز میخره. یک پول و ثروت داره از یگان چیزی دنیا کم نیست. همه خانه‌داری به همسراش میکنه همه آب هست نکی الله میگه دنیا رو میتونم تو فرزند داده میتونم دست چی میبیا. یعنی این فرزندی که خداوند برامون داده البته یکی از کارهایی که این نعمت الله ذوالجلال که هست به پول خریدش نشود بازاری را به دست آورده نشود. وقتی که این خداوند برامون داد این نعمت الله هست که برای این نعمت الله باید ما تشکر کنیم که خداوندی بدور این نعمت زیبا برامون داده. یکون جوش کم بودی ندارد به درجه اعلی استحصال صفت اعلی خدا ساخته در دست داد بگیرش بود. حال این قبول شدن تیار شدنش یعنی نعمت با این آزاد برآمدن سلامتیش یعنی نعمت که خوب بروید سالم و تندرست تولد شود. وگرنه این دینه اگه وجود گفت که سری فرزند رفته یا جنازه رفته 20 چند ساله زنک سری فرزند رفته این بی قدرت خداونده. خدا اجازه نتیه هیچ کاری بروادش نمیتونه. لیکن الله میگه ثم سبیل یسر آماده و تیار شود که بنده ما فرزند آدم به دنیا میبیاد آزاد تازه میشه مرحمت بسم الله الله اکبر برآمدن میگیره. وقتی این نعمت ها شید یک خواهش دیگر دارم که بسیار ائمه بسیار ناشکر نسبت حتی همسرامونیم ده این ظالم طبیعت میگن بیچاره موجود عذاب کشیده تولد خانه رفته تا اوج تولد کرده چه دختر قهر میکنه میبره میره. بعضی هم خیلی نامردا هستن. این علامت و نشانه ها صفتی همون جاهی عربای جاهل هست. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقتی خبر میدادن که دختردار شدی و خر میکرد دیگه گپ نمیزد خوش خوا خوش هم خیلی به خونه میداره من ماتم و مصیبت به خودش میگفت که ایومسیکو علی همونی نعمدوسو فی تراب اگر خار و ذلیل و بی ناموس اگر زندگی کنم من دختر میگیرم اگه بچم کلان میکنم. نه که همچون یک انسانی با آبرو گردن بلند به ناموس و به غیرت مردک باشم دختر هم میگیرم زنده میبرد در قبرستان گور میکرد زنده بگور میکرد. این جبین توهاجی را کسی اگر از دختر نفرت دارد با تولد دختر اون مصیبت زده میشود غمگین میشود یا اینکه دختر گفته نعوذ بالله ابورتش میکند همین آیت برای همون فقط برای عربا نیست. هر دور زمان اگر چنین انسان پیدا شد او آیت صاحب شمی آوا هست. متاسفانه امروز هم خیلی تو بجای اون که روی ببینید دوست داریش که نیا چه هدیهش بکنی که تو برای من فرزند صالح حلال و تازه و پاکیزه به دنیا آوردی سبب شدی او رو تبریک کنی گل دسته ببری او رو یه شیرینی ببری مونیسش شوی همسر تا یا بوسش کنی بگو که هزار رحمت این قدر عذاب و مشقت کشیدی این الحمدلله صاحب فرزند شدی. خوشحالی خبرش کنی دوست داریش کنی و نعوذ بالله قهر نازل دای هم بلا. اگر واقعا هم دادی خداوند نه که وگرنه اگر با عقلم بگیریم الله میگه نساؤکم حرث لکم زنها زمین زراعت شما و این زمین دهقان شما این دهقان چیزی بکاره عمر میگیره و از وقت چی خفه میشه زمین باشه نه که این خداوند خودش میتیه یهب لما یشاء الناس و یهب لما یشاء ذکور او یذاب جهم ذکران و الناس و یجعل ما یشاء عقیما.
مالک زمین و آسمان خدای، هر کسی را بخواد دختر چه هدیه میکنه، هر کسی را بخواد پسر. کسی را حتی ارادش رفته باشه جفت میده، هم دختر هم پسر. ولی بعضی رو ببینه فقط دختر داره پسر نداره، بعضی فقط پسر دارن و دختر نداره، بعضی رو الله هر دوش داده. نه که در آخر چی میگه و یجعل ما یشاء عقیما. خدا با قدرت دارد که بعضی ها رو به ذریات و به نسل میکنه. نیست فرزند نیست، هیچ کو کدام نمیتونه، خدای دو قدرت داره. اگه به اصطلاح حاضر زمانه بگیریم الحمدلله ما مختصر گفتیم ده برای یک ذهنمون در کار در آمدن که ما فکر نکنیم خود به خود به دنیا آمده. برای ما به دنیا آمدن هم مقدار محنتاش دیگه، زحمتاش دیگه. وقتی که ما رو الله خلق کرد دیگه فهمیده میشه مقصد دارد. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد خداوند که ما رو خلق کرد عبادت خودشه. ما فقط باید بنده های باشیم که خدا رو عبادت و پرستش کنیم. مختصرا ما گفتیم چقدر تیار میشود، از چی تیار میشود، چند وقت میگذره. اگه کودک بگیم نوری اگه نعمت الله تیار شده به دنیا آمده، اگه در برابرش شکرانه نعمت عقیقه انشالله حضرت بهشون درباره احکام عقیقه و همه حکمتاش صحبت میکنیم و انشالله گوش میکنیم. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.